زنگ زدم به رفیقم گفتم داداش چیکار کردی؟ دختر خیلی از تو شکیه. گفت آقا خستم کرده، من دیشب یه دونه 20 دقیقه خوابیدم 600 بار زنگ زده. کجایی داری؟ حتما به ما خیانت میکنی، چرا جواب نمیدی؟ الان پا میشم میام جلو خونه‌تون. گفتم برای این کارا چی؟ جدی میگفت آره آقا از این اخلاقا داره، خستم کرده. گفتم خب اونم دختره دیگه آقا، حساسه. گفت من نمیخوام ازدواج کنم. دم به دقیقه به من میگه کی منو میگیری من نمیخوام. من به خاطر رفیقام ازدواج نمیکنم. گفتم ماره چیکار داری؟ برای تو ازدواج تو بکن. گفت نه من بهش گفتم من یه تریدرم تریدرم فلان اینام. گفتم که خب چیا بکنیم؟ گفت تو کیف پول ارز دیجیتال داری با من صحبت میکنی؟ اعراض هویت کردی؟ گفتم با منی، یه من رفیقتم. گفت آقا همه بستگی داره به ترامپ. گفتم آقا ترامپ اوکی بده شما ازدواج میکنی؟ گفت نه آقا ترامپ صحبت بکنه ما میایم تو سود. گفتم الان کجایی؟ گفت الان تو ضررم. گفتم آقا بیا تکلیف این دختره مشخص کن. گفت تکلیفش مشخصه، من بارها بهش گفتم ما با هم دیگه آینده ای نداریم، من آینده خودم معلوم نیست، ما دو تا خط موازیم، هر چقدر بریم با هم دیگه نمیرسیم. تو مال مردمی، من مال مردم خور نیستم. گفتم آقا اینا چیه تو میگی؟ استوری گذاشته بود این دنیا ارزش لگد کردن به معده ادران نداشت. ولی یه چیزی گفت سوخت. چی گفت؟ گفت باعث بانی همه این داستانا تویی. گفتم من چیکار داری بره؟ این حرفو زد منو سوخت. من از این سوختگی استفاده میکنم. من با یه سری چیزایی که تا حالا به خواهر گلم نگفتم یه جلسه بذارم بهش بگم. آره خیلی باید با ما صحبت کرد. من این چیزا رو میگم دیگه.